سلام و عرض ارادت خدمت عزیزان و نازنینان در اینستاگرام و در یوتیوب. ممنون و سپاسگزار هستم از شما. سلامی عرض میکنم خدمت شف ها و مستر شف های عزیز در کل دنیا. یک مبحث بسیار اساسی رو در اینجا میخوام توضیح بدم و اون هم بحث مهارت مذاکره و گفتمان هست. یکی از ویژگی‌های اساسی و ممتازی که میتونه یک سرآشپز و شف رو به عنوان دیزرت شف مستر یاد بکنه و در قلب‌ها ماندگار بکنه، سیاست گفتمان و دیالوگ هست. به این معنی که این شف عزیز در سخت‌ترین بحران‌ها که مسائل و مشکلات و چالش‌هایی با پرسنل ایجاد میشه، بتونه از راه حل پرابلم سولوینگ یا حل مسائل رو حل بکنه و به نحو احسن با گفتگو و مذاکره بتونه برطرف بکنه موانع رو. بنابراین ممکنه ما در رستوران و یا در هر بزنسی این ویژگی برای تمام مدیران هست، در تمام بزنس ها هست، حتما برای سرآشپز و یا شف مستر نیست. قدرت مذاکره یک قدرت درونی هست که انسان به مرحله‌ای از خودباوری میرسه که در بزرگترین چالش ها، در بزرگترین مشکلات و مسائل خودش رو حفظ میکنه. سکاندار کشتی هست، به عنوان ناخدای کشتی هست در اینجا و سعی میکنه تا مسائل رو با آرامی حل کنه. این ویژگی مذاکره میتونه سرآشپز رو دائم تو نگاه مثبت افراد داشته باشه. ممنون و سپاسگزارم از شما شف و سرآشپز عزیز و مستر شف عزیز که دنبال پرابلم سولوینگ هستید و مسائل رو، چالش ها رو با نحو بسیار عالی و آرام مسائل رو حل می‌کنید. ممنون و سپاسگزارم از همه شما.